بنیمه بینید خشتای پخته هرخیله. محیدین فیض‌اللهیف تاریخشناس و محقق محله‌های قدیمی شهر خوجند هر دفعه به اطراف مسجد قدیمی حضرت بابا می آید و از حال خرابش دریغ می خورد. و درباره حفظ یادگاری‌های تاریخی شهر خوجند هنوز 50 سال پیش رساله نوشته حاکمان را آگاه کرده است که باید این موضع دوباره احیا گردد. اما تا هنوز به این مراد خویش نرسیده است. در حیرت میمونم که همون آن شخصانی جاهای من خطا نمیکنم مقدس خیلی با معرفت ما را زیر پا میکنن، نمیخواهند آن را حفظ کنند فهمند، ولی که آنها هم عیبدار نیستند. آنها در دوره طولانی پیشتره که کلان شدن همین در همه سابق شوروی همین چیزهایی که مقدسات ملی هر یک ملت بود آن را از عقلشان برآوردند. در روسیه سرکف در مسجدها گفتن در های مقدس و همین طور روحی نوکری تربیه یافتن امروزه آنهایی که جوان هستند نسبت ما جوان هستند. روحانی سرشناس منطقه و عالم دین حضرت بابا کمال خوجندی در آخر عصر 11 و اول عصر 12 در همین مکان زندگی کرده است. مسجد و مقبره حضرت بابا در عصر 13 ساخته اولین نماز جماعت در این مکان بنا بر روایت ها هنوز 850 سال پیش خوانده شده است. اما شکل وسیع مسجد در سده 18 بنیاد گردیده است. در پهلوی این مسجد کلبه‌ای هست که یکی از اولادان این شخصیت روحانی زندگی می‌کند. حضرت بابا خودشان 16 پشت پیغمبر ما کتاب پیامدند، کتاب با شجره آمدگی همه خیر 16 پشت حضرت بابا پیغمبر ما. علی خان آخوندزاده 95 ساله طول چند سال در این مسجد امامتی کرده است ولی حالا این میراث را به پسرش داده است. 39 سال نماز خان آخرین نماز پیشین همه ساله دار یه ده 20 ساله دی نماز خان سادیم 39 سال و وقتی حالانگی چیزی وقتی تیران با همین مسجد به نماز خان سادیم. بعد از همین گوبرناتور بانکدگی نماز خانه اما همیشه گفتگی مسجد و پیش از ما بود باید نماز خوندی مسجد گفتگی و این کمال شدگی و هاکذا. اما 39 سال آخرین سالی نماز خوانی سانی من اینجا آدم ماندم که من همینجا 31 مسجد تعمیر کردم 10 سال نماز خوندیم. گروهی از زیایان و مردمشناسان سال گذشته در نامه رسمی به مقامات خواهان احیای دیگرباره این مسجد شدند. برخی از رسانه‌های دولتی و مستقل هنوز 2 سال پیش خبر داده بودند که از نوسازی این موضع تاریخی شروع می شود ولی تا هنوز در اینجا کارهای ساختمانی به مشاهده نمی رسند. یک منبع از اداره معماری ولایت سوخت به رادیو آزادی گفت که طرحی از نوسازی در حال بررسی است و آن باید امسال روی کار آید. مسجدی جمعوی شود در چونکه حاضر یک گله امارت‌های نو ساخته دیم لبی دایره ساخته دیم قبچه برای چیزی و اونیورماق بگوییم قبچه و اونیورماقی ساخته دیم همینا نماز به همیشه میبیاد پنجشنبه دوری بکنند فخر میکنن در این یا اون طرف رفته نماز خونده آمدن و برادران در نزد خدا ما شخصانی مقدس هست که آنها را میکافتن می آمدن. من حتی در دوران شوروی آنهایی که می آمدن آثارخانه ولایتی هم کار کردگی من هم خارجی های مسلمان که می آمدن همه جای مقدس خودتان نشان تید می گفتن من برده نشان دادگی. ماه ینوری سال 2018 مسئولان سازمان جهانی یونسکو همراه رئیس ولایت سوخت رجب احمدزاده ملاقات آراسته از این مزار و مسجد قدیمه دیدن کردند. در آن سال متخصصان یونسکو 3 مکان تاریخی در شهر خوجند از جمله یادگاری حضرت بابا کمال خوجندی را ثبت کرده برای دوباره احیا کردن و آباد نمودنش صحبت نمودند.
ولی از آن که در اطراف این یادگاری تاریخی بناهای بلند استقامتی زیاد شدند و حال آن را تنگ نمودند، ساکنان اطراف را نگران ساخته است. تاریخشناسان میگویند که نباید این موضع تنگ کرده شود، زیرا بعد آبادانی در برابر مکان دینی و مقدس بودن، این مکان میتواند یک جای سیاحی نیز گردد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.